زمان اون فرا رسیده که ما از شر این آخوند و آخوندیسم و تشیع و به طور کلی خرافات راحت بشیم و تنها یک راه داره، هم میهنانم، رو در بایستی ها رو باستی کنار بگذاریم. دین در قانون اساسی ما هیچ حضوری نخواهد داشت. تعلیمات دینی در دبستان و کودکستان و دبیرستان یک جنایت هست و یک جنایت بود. همه زمامداران خردسالان ما رو گوش باخته نیرنگ و فریب کرد. همه زمامداران ما خردسالان رو گمراه کرد. پس یک بار دیگه یادآوری کنم، سری بزنیم به دنیای بیولوژی، سری بزنیم به دنیای ژن و ژنتیک. ما ژنی با عنوان ژن ارزیابی، ژن خردمندی، ژن خردورزی، ژن اندیشمندی، ژن اندیشه سازی نداریم. هم میهنانم، دست از سر ژن و ذات و فطرت برداریم و سرنوشت فرهنگ روی آموزش و فرهنگ سرمایه گذاری کنیم. آینده ایران در گروه فرهنگ سازی هست، فرهنگی نوین. نورونی به دنیا میاد و نورون هایی و اینها شروع میکنن به یادگیری و ایجاد سیناپس میکنن، با هم ایجاد ارتباط میکنن به لطف نوروترانسمیتورها. ما دارای 100 نوروترانسمیتور هستیم و حتی بیشتر در مغز خودمون. باز یادآوری کنم که دلفین هم مغز فوق‌العاده‌ای داره. در بخش‌هایی از مغزش بسیار از ما پیشرفته تر هست. فیل همینطور. فیل دارای فرهنگ هست. فیل سوگواری میکنه. فیل یک قبیله زن سالار هست. این زن هست که قبیله فیل ها رو هدایت میکنه. اما فیل آموزگار بزرگی هست. زمانی که یکی از فیل ها رو از دست میدن، اون رو با برگ و چوب و شاخه های درخت میپوشون و به ناگاه همه فیل ها شروع میکنن به پایکوبی. انسان برای بیان احساسات خودش اشک میریزه، گریه میکنه. فیل برای اشک ریختن، گریه کردن پایکوبی میکنه، پای خودش رو به زمین میزنه. اصلا فوق‌العاده است اگر یک روز سعادت سفر برای شما مهیا بشه به آفریقا و جالب هست که بعد از مدتی همه برمیگردن به سوی اون جسد. شاید این رو میخوان بگن که ما اون از دست رفته رو هنوز یادمون نرفته و یک بار دیگه سوگواری میکنه. فیل حتی مادری میکنه برای فیلهای دیگه، بچه فیلهای دیگه، به خصوص اگر مادر خودشون رو از دست داده باشن. در بخشهایی از مغز خودش بسیار پیشرفته تر از ما است. بنابراین به سایر جانداران یک نگاه متفاوت باستی داشته باشیم که ما هم یک حیوان هستیم، آدم هم یک حیوان هست و این دنیا، این جهان هم میهنانم برای ما خلق نشد. ما باعثی که دست از خود محوری هم برداریم. ما اصلا هیچ حضوری نداشتیم 4 میلیارد سال پیش. ما هیچ حضوری نداشتیم 3 میلیارد سال پیش. اما رقص حضور داشته. 400 میلیون سال هست هم میهنانم که رقص روی کره زمین حضور داره و هنر و ترانه سرایی همه حضوری قدیمی روی کره زمین ما دارن و فرهنگ و فداکاری و عشق همه حضوری قدیمی روی کره زمین دارن. بارها در این مورد صحبت کردم، چند مقاله هم نوشتم که امیدوار هستم به زبان فارسی هم به زودی برگردان بشه. اما انسان به لطف همدلی و همیاری میتونه به تمام اینها یک مقام تازه بده. فداکاری، محبت، عشق، بلند پروازی، ماجراجویی، اندیشمندی، اندیشه سازی، هیچ کدوم با انسان وارد کره زمین نشده. همه حضوری بسیار قدیمی داره. این نوروترانسمیتورهایی هم که ما استفاده میکنیم در مغز خودمون حضوری دیرینه دارند.
اونها رو در سایر جانداران هم میبینید. دقیقا همه اونها رو شما در یک شیر دریایی هم میبینید، در یک دلفین. حتی اونها رو در گیاهان و در درختان میبینید. اما انسان که یک بدن نحیف و ضعیف داره، انسان که حتی نمیتونه سلولهای سرطانی رو مدیریت کنه به زیبایی یک فیل، به زیبایی یک تمساح، به زیبایی یک نهنگ، به زیبایی یک کوسه، نمیتونه. سیستم ایمنی ما اون قدرت رو نداره، اونقدر پیشرفت نکرد. اون چه که ما داریم، اون چه که در اختیار ما هست، این مغز ما هست. اما این مغز ما توانمند به دنیا نمیاد. اون چی که در کنار اون داریم توانایی نگارش هست و زبان. انگشت شست ما در جایی قرار میگیره که میتونه با سایر انگشتان ما به راحتی ایجاد ارتباط کنه و نگارش رو برای ما امکان پذیر میکنه، به ما دقت رو میده. و بعد زبان. در این مورد هم مقاله نوشتم، اون رو لطفاً بخون که چگونه زبان به دنیا میاد 100,000 سال پیش. و بعد ارتباطی که میان نگارش و زبان و مغز ما ایجاد میشه. به لطف این نگارش، به لطف این زبان، به لطف همدلی و همیاری، این مغز ما توانمند میشه. بنابراین کودکان خودمون رو بهره‌مند کنیم از نگارش های زیبا. بنابراین کودکان خودمون رو بهره‌مند کنیم از بیان ها و واژه های زیبا. به جای روزخوانی، به جای این همه عزاداری، در میهن ما 60 جشن برگزار می شده. همه اونها رو ما زنده خواهیم کرد، تمام اونها رو. 60 جشن. در حال حاضر 4 تا از اونها برای ما باقی مونده: نوروز و 13 بدر، چله و چهارشنبه سوری. همین. حالا به جای اون تا دلتون بخواد ما عزاداری داریم، روزخوانی داریم، ذکر مصیبت داریم و سوگواری داریم، تو سر هم زدن داریم. و این رو در مغز کودکان خودمون هم کردیم. هم میهنانم در رژیم گذشته آقای بهشتی، آقای مطهری، آقای جلال الدین فارسی و آقای باهنر، 4 کودن مسئول نوشتن کتاب برای دانش آموزان ما بودن. این اگر جنایت نیست چی هست واقعا؟ اعدام کردن نورون‌های مغز کودکانم. روی فرهنگ سرمایه گذاری کنید. فرهنگ و فرهنگ و فرهنگ. و این عقده‌های تاریخی رو هم کنار بگذاریم که هیچ واقعیت بیولوژیک ندارن. بارها در این مورد صحبت کردم. این عرب‌ها اومدند و ژن‌های مرغوب ما رو خراب کردند و الا ما چی بودیم؟ این مغول‌ها اومدند و ما رو داغون کردند. این کروموزوم‌های ما رو به هم ریختن و الا ما چی بودیم؟ نه، ما هیچی نبودیم. ما چیزی میشیم به لطف آموزش. و همینان گرامی، در قرن 21 یک آخوند کودن و ابله رئیس جمهور ایران شد. یک آخوندی که یک پارچه دور سرش هست و یک عمر چرندیات رو مطالعه کرد. ما به چه جرأتی در تمام رژیم ها به سراغ مراجع تقلید رفتیم؟ ما به چه جرأتی از خودمون بایستی خجالت بکشیم؟ ما به چه جرأتی گنبدهای قاتلین پدرها و مادران خودمون را با طلا تعظیم کردیم؟ اصلا حیرت آور هست. بنابراین رودرباسی ها رو باستی کنار گذاشت. رژیم جمهوری اسلامی از درون پاشیده است. پولی آهی در بساط نداره. در حال فرار هستن یا در حال کشتن همدیگه هستن. در حال ریزش هست. بخت روشن بار دیگه یار ماست. همیهنانم، بخت بار دیگه با ماست. خارج نشینان در بخت رو 2 بار به روی هممیهنان خودشون بستن. این بار این اتفاق نخواهد افتاد.
همینجا جا داره که یک بار دیگه سپاسگزاری کنم از علی ابراهیم زاده و سام، پهلوان سام، به خاطر حرکت ایجاد شرمساری. یعنی فراری دادن نشستی که در بیولی هیلز برگزار شد، فراری دادن شرکت کنندگان اون ادامه پیدا کرد. ما دوباره شاهد فعالیت دوستانمون بودیم در همین زمینه، همین یک شنبه که واقعا زنده باد. یعنی میخوام هم میهنان ما بدونن، نوجوانان شیراز که صدای من رو میشنون بدونن که ما با شما هستیم. ما با شما هستیم و اپوزیسیون در درون ایران هست که هر کدوم از شما یک رهبر هست. این رو ثابت کرد. هر کدوم از شما خیزش ها رو رهبری میکنه. این رو ثابت کرد. و خوزستان ما که به تنهایی کمر این رژیم رو به زمین خواهد زد. اندیشمندان ما ایران را نگینی درخشان می‌کنند. با اندیشه نوین که میگوید من هم کسی هستم، من هم پاره تن ایران، من هم پاره تن ایران. زنده باد ایران. ممنون هستم. سپاس فراوان جناب نوذری گرامی.